اینجا دارید اداره پلیس شهر لس سانتوس رو می‌بینید که امروز به یه دلیل خیلی عجیب و نامعلومی آتیش گرفت و منفجر شد. بعد از این آتیش سوزی که معلوم نبود کار کدومی که از گروه‌های مافیایی شهره، تمام پلیسای شهر لس سانتوس دور هم دیگه جمع شدن و یه تصمیم گرفتن و اونم این بود تا زمان ساخته شدن دوباره ایستگاه پلیس این اداره رو به خونه یه فرد دیگه منتقل کنن و اونم کسی نبود به غیر از آقا فرانکلین ما. قرار شد که اداره پلیس رو انتقال بدیم به خونه فرانکلین رو تا زمانی که اداره جدید دوباره از نو ساخته میشه بفهمیم که این حمله کار کدومی که از مافیای شهره. این که چجوری خونه فرانکلین تبدیل شد به ایستگاه پلیس و قراره که توی این ویدیو از 0 تا 100 رو ببینید. حاجی صدای چی بود؟ صدای بچه شما رو شنیدین؟ چراغای خونه رو ما یادمون رفته. خب چی که طبقه پلاسی طبقه پلاس داره راه میره حاجی. شکستن شیشه اومد حاجی. به خدا یه دوست اومده تو خونم حاجی. بزن زنگ بزنم پلیس. بزن زنگ بزنم پلیس. 110 رو زنگ بزن دیگه. الو 110 امرتون. ببخشید وقتی شب مزاحم میشم فکر می‌کنم یه دوست به خونم حمله کرده. همین الان واحد پشتیبانی رو اعزام کردیم به سمت خونتون آقای فرانکلین. دست شما در نکنه. فعلا خداحافظ بچه‌ها. بس تویز داره از اون طرف میاد حاجی. شیشه خونه رو چرا شکستی ابله؟ بس ببینم چه خبره حاجی. یه حمالی اومده تو خونم. چه غلطی داری میکنی؟ وات حاجی زندانیه که این نرخر زندانیه. اینجا چیکار میکنه؟ من نبینه گندت بزنن. مام رفت چی خورد به پایی مام صدا داد. ای تو دستتو بذار رو سرت بدونی که پلیس خبر بدی بیا اینجا. در زنگ بزن دیگه وایسا. ببخشید چش الان میام شلیک نکن جون مادرت شلیک نکن. بچه من اعصابم همه پایینه. اینجا هیچ اصلی نداره. تو کی هستی؟ تو خونه من چیکار میکنی؟ در مفرزن همینجا میمونی تا من کارم تموم بشه میرم. بهت کاری ندارم ولی اگه به پلیس زنگ بزنی بیچارت میکنم. همین الان زانو بزن دستتو ببر بالا. باشه آقا به خدا من کاری نکردم. فقط خدا واجی من پلیس زنگ زدم این نمیدونه. در زنگ بزن دیگه وایسا. خیلی خب صدا در نمیاد تا من کارم انجام بدم. باشه چش من صدام در نمیاد. خب تو همینجا وایسا. من میخوام برم تو خونه آقای فرانکلین. اشتباه نکنم با یه دوست اومده بود. اوه پنجره‌ام شکسته. بذار ببینم اون کیه دیگه اونجا. وایسا بیا اینجا ببینم. خیلی وقتی دوباره تو دیفن داری. دستتو ببر بالا ببین. یا خدا آقای پلیس زدی کشتیش که. نخیر آقای فرانکلین تیر زدم تو شونه‌اش بیهوش شده. مطمئنی زدی تو شونه‌اش؟ تو من دیدم زدی تو سرش. نخیر آقای فرانکلین ایشون یکی از زندانیایی بود که تازگی از زندان فرار کرده بود. ما خیلی وقت بود دنبالش بودیم. از این همکاریتون خیلی ممنونیم. خواهش میکنم دست شما در نکنه. مرسی. ببخشید من با این لباسا سر وضع اومدم دیگه. هیچ خواب بودین مزاحم شد. فقط اینکه آقای فرانکلین جسارتا باید همراه ما یه سر تو ایستگاه پلیس بیاید جهت پرسیدن چند تا سوال. بعدش آزادید که برید. بله مشکلی نداره. من فقط همین لباسام میام اوکیه؟ بله اوکی مشکلی نداره. خیلی خوب بریم سمت اداره پلیس. بعد چند تا سوال جواب بدیم. عجب گرفتاری شد. شبمون خراب شد آجی. خدا رو شکر دوز بود. من فکر می‌کردم جن. بعد شما جن رو اعتقاد دارید یا نه؟ داشتم که اعتقاد نداره. اگه اعتقاد دارید بچه تو کامنت کلمه آره رو بنویسید. آقا برو بریم. ای خدا بچه بریم سمت اداره پلیس. آقای فرانکلین خیلی متاسفیم که اتفاق براتون افتاد. امیدواریم دیگه تکرار نشه. آره متاسفم که من خودم متاسفم. خوابمون خراب شد دیگه. فقط اینکه اگه ممکنه سریعتر بریم سمت اداره. من برگردم بخوام. فردا کلی کار دارم بچه. پیشنهاد آقای کچلی که دارید اینجا میبینید کلی کار داره. اگه اسمشو میدید تو کامنت ها بنویسید. من که نمیدونم. دمدمای صبح بود که از ایستگاه پلیس به مامورای پلیسی که همراه من بودن یه خبر خیلی بد دادن. سرنگک وضعیت قرمزه. خودتو سریعتر برسون اینجا. سرنگک از اداره پلیس به سرهنگک. چی وضعیت قرمز؟ الان خودمون رو برسونی. یا خدا وضعیت قرمز یعنی چی؟ الان وقت ندارم واسه تعریف کنم. وضعیت قرمز یه چیز خیلی بدیه. فقط کلمه تو بعد آقای فرانکلین. یا ابوالفضل حالا میخوای اینقدر تند ندیم آقای پلیس؟ یا ابوالفضل 100 کیلومتر داره میره. بسم الله الرحمن الرحیم. من هنوز جوونم چی. من نمیدونم وضعیت قرمز چیه ولی هر چیزی که هست دیوونه شده آجی. خیلی داره تو میره. یکم یواشتر. وقتی که رسیدیم اداره پلیس خورشید تقریبا طلوع کرده بود. خیلی خوب بچه‌ها رسیدیم. آمادگی رویارویی با هر موقعیتی داشته باشید. یا خدا آجی. وای آقای پلیس. بذار ببینم. بچه‌ها اینجا رو نگاه کن.
اداره پلیس آتیش گرفته چرا؟ سرنگ بهمون توضیح بده چه اتفاقی افتاده. بذارید کامل بهتون توضیح بدم. همین امروز ایستگاه پلیس شهر لس سانتوس توسط یک گروه مافیایی که ما هنوز نمیدونیم چه کسایی پشتشن نابود شده، آتیش گرفته و حدود 80% از وسایل پلیس، اهم از ماشین، اسلحه و کل لباساشون هم توی این سانحه از بین رفته. هنوز گزارش زیادی از این اتفاق ناگوار در دسترسمون نیست و تا کنون 13 نفر توی این حادثه جان باختن. یا خدا اینجا چه اتفاقی افتاده صبح؟ هنوز نمیدونم بچه کار چه گروهیه. خب متاسفانه کنسل، من برم دیاره. نه خیر آقای فرانکلین، راستشو بخوای یه لحظه باید وایسید. ای بابا من وای میستم. چقدر طول میکشه فقط کارتون؟ با ماشین ما هم نیومدین دیگه، من لنگ ماشین شما. چند دقیقه؟ باشه چند دقیقه وای میستیم دیگه. آجی دوره رو نگاه کن، پشمام ریخت آجی. آجی من الان 5 دقیقه وایسادم، اینا هنوز دارم با هم دیگه حرف میزنم. جناب سروان میگم که اگه کاری به من نیست من برم و خیلی منتظر موندم و هوا هم صبح شد، بعد برم کار دارم. آقای فرانکلین راستشو بخواید ما با تمام تیم پلیسای شهر لس سانتوس به یه نتیجه رسیدیم. چه نتیجه رسیدیم؟ به من چه هستم به چه نتیجه رسیدیم؟ من یه آدم عادی ام. بله میدونیم آقای فرانکلین، ولی از اونجایی که شما به پلیس خیلی لطف کردین و یکی از مهمترین زندانیای ما که چند روز پیش فرار کرده بود و به دست ما سپردین، قراره که ما این پایگاه پلیس رو صرفا به مدت چند ماه به خونه شما منتقل کنیم. جانم به خونه من پایگاه منتقل کن؟ چرا؟ نه من غلط بکنم ناراحت باشم. منظورم اینه که چرا حالا به خونه من؟ فکر می‌کنیم شما بهترین کسی هستید که در حال حاضر میتونیم بهش اطمینان کنیم. طبق شایعه‌ای به دست اومده این حمله میتونه کاری که از گروه‌های خودی پلیس باشه. یا خدا. باشه من که مشکلی ندارم، فقط اینکه الان شما میخواید با ایستگاه پلیس رو منتقل کنیم به خونه من؟ همین آسونی؟ اگه شما تاییدیه رو بدید ما بچه‌ها رو میگیم که بیان و خیلی سریع خونه شما رو تبدیل کنن به ایستگاه پلیس. نظرتون چیه؟ البته چند ماه تا وقتی که اداره پلیس جدید ما دوباره ساخته بشه. خیلی خب آقا قبوله، فقط این وسط چی به ما میرسه؟ لطف پلیس کافی نیست؟ چرا؟ خدایی چرا؟ لطف پلیس اصلا کافیه. من جرئت ندارم حرف بزنم بچه‌ها، ولی مثل اینکه چاره‌ای نیست. حاجی بعد خونه منو تبدیل کنم به اداره، فقط ببین که اداره پلیس تو آتیش گرفته. ببین آتش خاموش کن بیاریم من چه؟ ولی واسه چاره‌ای هم نیست. اداره پلیس شهر نداشته باشه همه چی میریزه به هم. گاتام سیتی بچه کدوم کیا میدونن چه شهریه؟ اگه میدونید بچه اسم اون قهرمانی که تو اون شهر بوده بنویسید. لس سانتوس تبدیل میشه به گاتام سیتی. و اگه دوست دارید بچه یه ویدیو اینجوری هم بگیرم که کل شهر لس سانتوس خلافکار بشن، همین رو تو کامنت ها بنویسید. آقا برو بریم که ما زودتر از پلیسا برم خونه. داشتم چند تا اسلحه مسئله داره باید قایم کنید تا قبل از اینکه پلیسا بیان. شاید باورتون نشه ولی ظرف مدت 1 هفته اونا تونستن خونه فرانکلین رو تقریبا تبدیلش کنن به یه پایگاه ناقص پلیس. 1 هفته بعد. یو خدا بچه اینجا رو نگاه کن، که اصلا خونه ما دیگه نمیشناسم. بذار بچه بهتون نشون بدم خونه رو هنوز دارن میسازن، هنوز کامل هم نشده خونه که نه، دیگه دارن اداره رو میسازن. تو کامنت ها بنویسید بچه اداره درسته بگیم یا پایگاه پلیس یا ایستگاه پلیس یا اداره پلیس یا پایگاه، نمیدونم همشون یکی شد. یه اشکالی پیش اومد، سریعتر باید ببینیم حلشون کنیم. آقا اشکالی چی پیش اومده بچه؟ من نمیدونم. یه هرطوری یه نفر دستش میخوره رو ماشین تیر میزنه. بیا پایین ببینم مردی که اونو نگاه کن بالا. ای حمالو نگاش کن بچه. اینقدر بچه گرد و خاک گرفته، من هیچ فقط دارم جرثقیل میبینم اینقدر که اینا دارن با سرعت کار میکنن و کل خونه ما بچه شده فقط پلیس. خب هنوز بچه اینجوری بهم گفتن قرار بیان توی خود خونه از این مانیتور پلیس هست که توی اداره پلیس دارن، از اونها بیارن ماشیناشون رو بردارن بیارن، ولی هنوز هیچ کدوم نیاوردن. ای فرانکلین بیا اینجا ببینم. بله صدفان کریستیان بچه، این صدفان کریستیان خیلی آدم خوبیه، چند روزی باهاش آشنا شدم، واقعا عوام داره. جانم میگم فرانکلین ما از بین ماشینای پلیسی
که توی ایستگاه پلیس قبلی آتیش گرفته بودن چند تایی سالم مونده و از بین اونا یه دونشون از همه خفن‌تره. می‌خواستیم که بری و تو ماشین رو برای ما بیاری اینجا. بچه‌ها دارن بقیه ماشینا و هلیکوپترهای پلیس هم منتقل میکنن تا وقتی که خونه کامل بشه اون هم دیگه تقریبا رسیدن. باشه برام تو اداره پلیس بیارمش، اونجا داره آتیش میگیره. نه نگران نباش، بچه‌ها آتیش رو تقریبا مهار کردن. تو برسی اونجا میتونی ماشین رو سریعتر واسه ما بیاری. خیلی خب، پس من برم ماشین شما رو بیارم و ببینیم ماشینه چیه. و احتمالاً ماشین پلیس خیلی خاص باید باشه. حل سوتمان کریستیان فعلا خدافظ. آقا برو این سمت اداره پلیس دوباره. ای گندش. بچه‌ها اینجا رو اجازه نمیدم آجی با وسیله شخصی بیا. حتما ما از موتورم پیاده میشدن. جناب سربان سلام، خسته نباشید. من فرانکلینم. شناختین دیگه آره؟ بله آقای فرانکی، شما رو شناختم. اومده بودی دنبال ماشین پلیس آره؟ بله اینجاست. توی انبار زیری اداره پلیسه. من میگم بچه‌ها درشو باز کنن. اینا سوئیچش. آجی سوئیچش که خیلی خفنه بچه‌ها، میخوره از این ماشین اسپورت سوپر لوکسا باشه. بذار ببینیم ماشینه چیه. آجی بذار ببینیم ماشینه چیه. سوئیچش که خیلی ماشین خفنی میخورد باشه. یا اشمام آجی، این لامبورگینیه؟ یا امام زمان. بذار ببینم درش از بالا باز. ماشین پلیس درش از بالا باز. آجی ما در خونمون از پایین باز میشه. بذار ببینم تو ماشین. یا اول فد چقدر خفنه. مگه پلیس همچین ماشینایی هم دارن؟ چه بذار من یواش باید رندی. آجی شو بذار چقدر خفن آجی. یکم که از اینا دور شدم گازشو بگیر. به ماشین رو نگاه، صدا آجی عجب صدایی داره. برو بریم بچه سمت خونه. چی میشد آجی ماشین برای من بودا. خیابونا رو درو میکردم باش. فکر کن ماشین پلیست لامبورگینی باشه یا لامبورگینیت ماشین پلیس باشه، کدومش بهتر است؟ خیلی بچه خفنه. بالا عقب نگاه، وای میسته میره تو. خیلی خفنه، رینگاش همه چیش خفنه و اینکه حتی جمع و جور و کوچیک هم هستا، ولی خب فرد و سریعه. برو بریم. و اینکه بچه‌هایی که دوست داری داش احمد بیاد و یه بار برای همیشه و به صورت کاملا واقعی تو جی تی ای تبدیل بشیم به مأمور پلیس، همین الان بچه‌ها توی کامنت بنویسید جناب سرنگ احمد. بخوام ببینم چقدر می‌نویسه. اگه بالا باشه نامردم داش احمد همین فردا پلیس نشه. ای کاش من آسونی تو دنیا واقعی میشه پلیس شده، ولی واقعا آزموناشو خیلی سخت و کار خیلی سختیه پلیس شده. برو بریم بچه سمت خونه. آجی خونه همین الان هم به نظرم چیز خفنی ها بچه. اون بالا رو نگاه کن، جرأت ندارم از اون بالا برم. بفرمایید جناب سربان. نه سوتمان کریستیان. من اشتباه میکنم اینا رو. عالی شد فرانکلین، دمت گرم. ما این ماشین رو پارک میکنیم تو اداره پلیس و بچه‌ها هم دیگه تقریبا دارن میرسن. حالا فقط این که میگم سوتمان کریستیان این خونه، یعنی منظور اداره پلیسه، تا کی تموم میشه؟ یعنی کامل ساخته میشه. بچه‌ها منتظرن ها. از اونجایی که بچه‌ها منتظرن فکر کنم یه 2 هفته دیگه کاملا ساخته بشه. 2 هفته؟ الانم 1 هفته، یعنی تو 3 هفته اداره پلیس تبدیل، یعنی یه خونه تبدیل میشه به اداره پلیس. خیلی عجیبه بچه. من اینه عجیبه دیگه. آقا بالای خونه هم بچه بخوام بهتون نشون بدم یه چیز عجیب غریبیه. البته بچه اینا احتمالاً خیلی هاشون عوض بشه، ولی فعلا که این آجی بالای خونه هم قراره بشه، یعنی طبقه سقف خونه هم داره میشه یه دونه پارکینگ و این همه ماشینا گذاشتن اینجا. البته اینا هیچ کدوم ماشین، آره دیگه اینا ماشین شخصی های پلیس ان آجی. ماشینای پلیس اصلی هم که مارک و بج خود پلیس رو دارن، اونم تو راهن و دیگه کم کم میرسن. تا 2 هفته دیگه قراره این خونه تبدیل بشه به ایستگاه پلیس. عالی شد. 3 هفته بعد بچه‌ها دارن امروز از ایسکا بهم تماس گرفتن، اینه از خونه خودم بهم گفتن که کامل شده. منم سریع بچه‌ها نشستم پشت موتور استارت دادم که بیایم. حاضرین بچه‌ها نه؟ این شما و اینم اداره پلیس جدید توی خونه فرانکلین. اینجا رو نگاه کن. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign.
واقعا بچه اداره خفنی شده. تک تک قسمتشو میام بهتون توضیح میدم. ما اصلا کرکوپرم ریخته، همه چی خونه بچه کامل شده و لحظه شما در رو باز میکنی. اولا که بچه بگم الان خونه فرانکی فقط یه طبقه نیست، 5 طبقه است با طبقه زیری که بچه این طبقه بالاش فقط اسلحه و همه چی. عاشق این اسلحه طلام که گذاشتن رو میزا، واقعا سلا خیلی بچه اسلحه خفنه. و این که اینجا رو نگاه کن، این میز کامپیوتر هم بچه رئیس پلیس داده به خودم. خب رئیس کل پلیسای شهر لس سانتوس همش داده به خودم، گفته برو باش گیم میزنه. اینا بقیه من باش مجرم پیدا میکنم، با باش گیم میزنیم. از اونجایی که بچه بگذریم، شما از سمت راست خیابون که بیایم میرسید به گاراژ خونه. حالا گاراژ رو نگاه کن، به به ماشینای اینجا رو. یه ماشین لامبورگینی بود که من 2 هفته پیش آوردمش، این همونه. بقیه ماشین پلیس هم که رسیدن و آجی ماشین پلیسا رو فقط نگاه، یکی از یکی خفن‌تر. طبقه اول بچه گاراژ و کلا تعمیرات ماشین پلیساست. خب مکانیکیشون هم اینجاست. طبقه دوم سوم خیلی باحاله. اینجا رو نگاه کن، کلا بچه اینجا اداره پلیس، جایی که دقیقاً تو خود اداره پلیس شما اتاقی میدیدید که توش کلی مانیتور و دوربین و تجهیزات بود که باش مجرم‌ها رو پیدا می‌کردن و تمام اطلاعات ایستگاه پلیس رو منتقل کردن به خونه فرانکلین. حالا یه طبقه دیگه می‌بینیم بالاتر، نظرتون چیه بچه؟ طبقه آخر که بریم پشمای همه میریزه. اول از همه که این اداره پلیس لس سانتوس خیلی باحاله، اونم دقیقاً جلو خونه فرانکلین. اینجا بچه کالایی که از مجرم‌ها میگیرن و میارن اینجا، کالایی که قاچاق کردن رو میارن اینجا، دوباره پسشون میدیم به گمرک. و اینجا رو نگاه آجی، به جرات میتونم بگم بچه توی خود اداره پلیس اصلی هم که خدا بیامرز آتش گرفت، اینجور میز پلیس کشته شد. اینجا مرده ایم. آره بچه داشتم میگفتم اینجور میز کامپیوتری پیدا نمیکنید خدا وکیلی. همین الان کامپیوترش آرزو منه، نگاه کن مانیتورا رو چقدر خفنه. خیلی با چه سرر میزی که مرده. ما رسیدگی کنیم به اینا. خیلی سرتون شما پلیس اینا. بذار بچه بریم پیش رئیس پلیس ببینیم چه خبره. بابا سلام، چطوری رئیس؟ سلام فرانکی، خوبی؟ فرانکی میگم امروز یه کاری دارم. جانم بفرمایید. راستشو بخوای باهات کار نداشتم، فقط می‌خواستم امتحانت کنم. یه دونه ماشین پلیس بود هفته پیش واسم آوردی، اونو می‌خواستم بدمش به خودت. رئیس پلیس حالتون خوبه؟ ماشین پلیس رو می‌خوای بدی به من؟ برای چی؟ من پلیس نیستم که. دوست داری پلیس باشی؟ آره، کی بدش میاد؟ البته من تو رو نمیتونم یه پلیس واقعی به حساب بیارم، ولی خب میتونی کمک دست بچهای ما باشی. آره میدونم، منم که پلیس واقعی که بخوای بری حداقل 1 سال دور و اینا بگذرونی، منم الان وقتشو ندارم، ولی میتونم حداقل کمک بچهای شما بکنم. بسیار عالی. پس برو توی گاراژ، یه ماشینی که آژیراش روشنه، اون ماشین برای توئه. بعدش هم برو توی اتاق خوابت، یه سبد لباس هست که لباس یونیفرمته، بپوشیا. دم شما گرم رئیس پلیس، خیلی مردی بچه. از وقتی که من خونمو بهشون دادم خیلی دارم با ما حال میکنن. حتی رئیس اجازه میده از باشگاه شخصیشم استفاده کنم. آقا برو بریم، گفت برو تو پارکینگ یه ماشینی که داره آژیر میزنه اون برای توه، برو بریم ببینیم کدوم آجی لامبورگینی بود خدا بودا، ولی گفت نیست دیگه. بچه بذار ببینم کدوم یکی از ماشینا آژیرشون روشنه. آجی اینا هیچ اینه آجی، این که قدیمیه که، ولی بچه ماشین پلیسا کلا آپشن اینا خیلی روشون میذارن چون مخصوص پلیساست. بهش برسم که ماشین خفن در حداقل چه دیگه، ماشین پلیس داریم ها، همین خیلی خوبه بچه. ماشین پلیس اصلا به کسی نمیدم، ماشین پلیسا خیلی توش واله. ماشین پلیس هم داره، میتونم باهاش با کل وادا ارتباط برقرار کنم. خیلی خوب بچه، بذار من ماشین رو بیارم اینجا و شاید برات سوال باشه که داشتم من تو چرا ماشیناتو نمیاد بذاری تو گاراژ خونت. الان بهتون میگم بچه. آقا اینجا رو نگاه کن بچه. سوکی شده میکردی نه؟ پارکینگ خونه فرانکی تبدیل شد به زندان. چرا؟ چون تو خود اداره پلیس هم یه بازداشتگاه بود دیگه، اونجا هم خراب شد، هر چی زندانی اونجا بود و براش آوردن اینجا. و این داداشون که وسط میبینید همون پدر سوخته بود که 1 ماه پیش تو خونه من سرکلش پیدا شد اون وقت شب. یادتونه کیو میگم؟ ببخشید الان میام شلیک نکن، جون مادر شلیک نکن بچه. من اعصابم همه پایینه. واقعا خدا بگم چیکارت کنم فرانکلین؟ کی میشه خبر نمیدادی به پلیس؟ بشه ببینم اگه خبر نمیدادن الان خونم اداره پلیس لس سانتوس نبود. بچه برو بریم، گفت تو اتاق خوابت یه سبد لباس گذاشتم، تو میتونی پیدا کنی. آجی خونم هم خیلی باحال شده بچه، این کوچولو تغییرات هم اینجا دادم. ای بابا تو اتاق خواب منم شما اومدین که دوست داشتم. چقدر زولجنی. این سبد لباس ما کجاست؟ همین کنار آقای فرانکی. چرا پیشونی بیشکلیه؟ بذار آها بچه لباس فرممون رو اینجاست، بذار من بپوشمش. بچه اینجا رو نگاه، چقدرم دقیقاً اندازم دوختنا. چطور سرباز؟ سارنگ هستم فرانکین، خیلی خوبه. فقط اینکه حیف شما پلیس نیستی. پلیس هم میایم میشیم دیگه، بچه حال کنم میایم پلیس هم میشیم، ولی صرفا که لباسش رو داریم. حداقل میتونی کمک دست برای بچهای پلیس باشیم. ای چاپ بیا اینجا ببینم نظرت درباره لباس جدیدم چیه؟ چاپ
چاپ بچه امروز حالش خوب نیست ها، ولی خدا رو شکر شاید جالب باشه بدونید بچه یه دونه بادیگارد هم برای خونه چاپ گذاشتن. آقای فرانکلین رئیس کارتون داره، هرچی سریعتر خودتون رو برسونید به اتاق رئیس. این چیکارم داره؟ چی شده؟ نمیدونم، فقط گفت سریعتر به فرانکلین بگید بیاد. یا خدا، بذار ببینیم چه اتفاقی افتاده بچه. طبقه سومه. بذار با آسانسور بریم. آسانسور نداره که. بچه دهنم سرویس شد تا این بالا اومدم. بذار ببینم رئیس چیکارمون داره. گفته سریعتر فرانکلین بیاد. جانم رئیس. فرانکلین بالاخره تونستیم رد اون گروه مافیایی رو بزنیم. رد کدوم گروه؟ همونی که اداره پلیس فرستاده رو هوا؟ دقیقاً. خب کجاست بریم دستگیرش کنیم؟ واسه همین بهت گفتم بیایی. ببین من یه چند تا واحد اعزام کردم به سمت یه اسلحه خونه‌ای که آخرین بار اون گروه مافیایی اونجا دیده شده. سریعتر خودتو برسون به اونجا، ببین میتونی خبری چیزی در بیاری یا نه. اوکی پس من سریعتر راه میافتم. اگه کاری چیزی بود بهم زنگ بزنید دیگه. بیسیم که نداریم. بچا برو بریم. اگه بتونیم گروه مافیایی رو پیداش کنیم عالی میشه. همون گروه مافیایی بود که هفته پیش که نه هفته پیشش هم نه هفته پیش یک ماه پیش اداره پلیس فرستادن رو هوا، همون گروه. برو بریم بچا. ماشین جدید بابا سیستم برم خود اداره پلیس میاد. یعنی اینکه خود پلیس میاد. اداره پلیس چیه؟ برو بریم. و این که بچا چه جالبه آجی، چراغای پشت ماشین هم مثل آژیر میزنه، خیلی باحاله. برو بریم سمت اسلحه خونه ببینیم میتونیم چیزی دستگیرمون میشه یا نه. آجی سرعت ماشینم خفنه ها. بالاخره خیلی سریع خودم رسوندم به ماموره پلیس جلوی در اسلحه فروشی، جایی که رئیس به اون میگفت اونجا آخرین جایی بودی که رد اون گروه مافیایی رو زدن. حاجی اینجا رو نگاه کن. بذار من ماشین رو پارک کنم. بچه‌ها اعزام شدن خراب. سرنگ میگم همه چی تحت کنترله. همه چی تحت کنترله. شما چرا لباس پلیس پوشیدی آقای فرانکلین؟ قضیه‌اش حالا مفصله، میام بهتون میگم. آقا حاضر بریم تو یا نه؟ بچه‌ها آمادن؟ بله فقط خودتونم آماده باشید دیگه. هر وقت آماده بودید دستور بدید ما بریم تو. خیلی خب بذار من خودم جلوتر از همین میرم. آقایون به گوش به فرمان من، با شمارش 321 میریم تو. بذار من یه اسلحه خوب انتخاب کنم. اسلحه ها رو نگاه کن. عاشق این تفنگ قدیمی ام. آقایون با شمارش من 1 2 3 میریم تو. سلام. من خسته باشید. سلام علیکم. ببخشید آقا، میگم که اینجا یه گروه مافیایی چند روز پیش نیومدن خرید کنن؟ گروه مافیایی؟ نه والا. خرید چه؟ من نمیدونم، به ما خبر دادن که یه گروه مافیایی اومده. شاید شما هم همکارشون باشی. نه آقا این چه حرفی آقای پلیس؟ من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم. بچا بیاین تو همتون بیاین تو. مثل اینکه این آقا حرف حساب والیش نمیشه. نه آقا به خدا حرف حساب چیه؟ کسی نیومده اینجا. خیلی خوب آقایون، اینجا رو زیر رو میکنی. هم مدرکی چیزی پیدا کردی؟ امیدوارم مدرکی پیدا نکنم، ولی اگه مدرکی پیدا شد که گروه مافیایی اینجا بوده من پوست تو رو میکنم. نه آقای پلیس به خدا هیچ گروه مافیایی نبوده. شما بفرمایید بگردید. خیلی خوب بچا، کل اینجا رو بگردیم ببینید چیزی پیدا میکنی یا نه. آقایون بذار ببینم اینجا پشت بچه که دفتر خودشه. بذار بریم تو. در اینجا قفله؟ بله قفله. کلیدشو ندارم. کلیدشو نداری ها؟ اشکال نداره. با سر میریم تو. برو بریم. دهنم سرویس شد. قربان حالتون خوبه؟ دهنم سرویس شد. من خوبم. آره بابا خوبم. بذار ببینم اینجا رو. اینجا که بچه مدرک خاصی نمیتونه پیدا. یه سری کاغذ اینجا سوخته، کلا به هم ریخته است اینجا، ولی فکر نمی‌کنم چیز خاصی باشه. بذار بریم بیرون ببینیم چه خبره. آجی این پشت خبره. وایسا ببینم. همون چی پیدا کردی؟ بچه‌ها بیاین اینجا، یکیشون رو پیدا کردم. یکی از کیا رو؟ وایسا دست بزن بالا سر زود باشه همین الان. رند تو نمیتونی منو گیر بیاری. خفه شو. آقایون خیلی سریع تا قبل از اینکه خروجی شدید پیدا کنه زنده می‌خوایمش. احتمالاً یکی از همون گروهای مافیاییه. برش داری میارینش. باشه فرانکلین، همین الان میاریمش. حله بیارینش خونه من. ازم اینو بیارینش پایگاه دیگه. فعلا خدافظ. بچه عالی شد، تونستیم یه نفر. شما سه تا ابله رفتین و تو گیر کردین؟ ای پدر سوخته، اینا فرار کرد. آره آقای فرانکلین فرار کرد. بابا گندش بدن. شما چه غلطی میکنین؟ فروشنده هم گفتن دستش ماینه توی یه کاسه بودا. چی شد فرانکلین؟ پیداش کردی؟ آره یه نفرشون رو تونستی پیدا کنی. من تیر دادم بهش، بیهوشه، بعد به هوش بیاد ببرینش زندان، یه کوچولو ازش حرف بکشیم بفهمین قضیه‌اش چیه. خیلی خوب آقایون، من دارم میرم سمت ایستگاه. هر کی میخواد بیا با من بریم. داداشمون هم بیاد. آقا برو بریم بچه سمت خونه. خدا رو شکر تونستیم یکیشون رو حداقل پیدا کنیم. آجی همینم خیلی خوبه. برو بریم آجی، برو بریم. از این یکی بتونیم حرف بکشیم عالی میشه. 2 روز بعد. شما نمیتونین با من این کارو بکنین. من وکیل میخوام. بعد سریعتر از این سلول منو بیاری بیرون. خفه‌شو ببینم. من الان به زندگی به لطف تیراندازی خفن داشتمند بوده. ببین کاری نداره. یه اسم به من بده خلاص. فقط به من بگو اسم گروهتون چیه؟ اسم گروه ما یه گروه خوبه. داداش همون توفنگو در میارم نه تو رو خدا شلیک نکن. ببین اسم گروهمون نمیگی نه؟ اسم گروهمون ستاره خونیه. ستاره
ستاره خونی؟ آره اسم گروه ستاره خونیه. محلمونم الان بهتون میگم. رو کاغذ بیار به من، روی یه نقشه به من بیار، من محل زندگیمونم بهتون میگم. آفرین این شد حرف حساب. خیلی خوب بیا اینجا ببینم از نقشه. بذار ببینم اینجا که نبود، اینجا هم نبود. کجا بود؟ ببین با من کلکل نکنم. همین الان به من بگو کجا زندگی میکنی. به خدا نمیدونم یاد. اینجاست همینجاست. واسه ببینم اینجا گفتی الان؟ بله جناب سربان همینجا. من جناب سربان نیستم. خیلی خوب بچه‌ها عالی شد آجی، تونستیم برای اولی بار رد اون گروه مافیایی رو بزنیم. همین الان باید بریم به رئیس خبر بدیم که فردا صبح آزم بشیم بریم سمت اون پایگاه دشمن. الان به رئیس خبر میدم فرانکین، امروز گل کاشتی، دمت گرم. اگه رئیس بفهمه تو روز حتما یه پلیس چیزی انتخاب میکنی که باشی. نه بابا دیگه بالاخره ما هم وظیفه‌مون انجام بدیم. خیلی سریعتر بریم بگیم بچه فردا باید راه بیفتیم که کلی کار داریم. فردا میریم دستگیرشون میکنیم، دهنشون سرویس. فردای اون روز خیلی سریع حرکت کرد به سمت کمپ گروه ستاره خونی تا بالاخره انتقام پلیس رو از این گروه مافیایی بگیریم. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second. خیلی خوب آقایون همگی حاضر هستید یا نه؟ فکر کنم رسیدیم. بله فرانکین همگی حاضریم. خیلی خوب آقا از اونجایی که تعدادشون خیلی زیاد نیست، حداقل اینجوری به ما گفته بودن، من با یه دونه ماشین بیشتر نیومدم. اگه بیشترم نیاز داشتیم درخواست نیروی پشتیبانی میدم. خیلی خوب آقایون سریع پیاده شید. ببین اصلا باشون وارد حرف نمیشیم، ما خیلی سریع عمل میکنیم. اوکی باشه فرانکین. خیلی خوب ببین وارد حرف نشینا. بذار من هیچ سلام خسته نباشید. بابا ببین کی اینجاست، چجوری جرأت کردی بیا اینجا شما؟ بچه حمله کنید بهشون، این هم پلیسای نامردن. پلیسای نامرد خودتی بچه حمله کنید بهشون، حمله کنید. اگه هم بالا ببینید همتون ببینم. چقدر زیادن. بچه حمله کنید، شما حمله کنید. من کار دارم آقا، من کار دارم. آقا بذار من یه دونه بیسی بزنم. بذار بیسی ندارم که بعد زنگ بزنم به رئیس. آقا شما چلی کنید ست نداخل. الو فرانکی چی شده، چرا صدای تیر میاد؟ رئیس همین الان درخواست پشتیبانی دارم، خیلی تعدادشون زیاده. باشه الان پشتیبانی میفرستیم. باشه فقط سریعتر. یا خدا اینجا خیلی تعدادشون زیاده حاجی، اصلا عجیب غریب زیادن. با یه دونه ببینم یه در سوخته ببین حاجی خیلی زیادین شما. یا ابوالفضل اینا کیان دیگه؟ ستاره خونی ها داداش، شما ستاره. بچه‌ای که فهمیدید تو کامنت بنویسید. بابا اینجا رو نگاه کن، فکر کنم باشه همشون رو زدید دیاره. همشون رو زدیم؟ نه پدر سوخته اینجا ببینم. اینم از اون چی فکر کنم همشون رو زدیم دیاره. همشون رو زدیم؟ آره فرانکی همشون رو زدیم. خیلی خب دست شما سه نفرم در نکنه، واقعا یه دونه گلوله خرج نکردین. دمتون گرم. بذار ببینیم اینجا اینا کیان دیگه؟ نمی‌دونم. ای تو رو خدا کمک کنید. ای آقایون پلیس بیاین به ما کمک کنید. شما کی هستین دیگه؟ کسی هست اطراف تو یا نه؟ ببینم هم باش. وایسا ببینم. شما رئیس این گروهی هستین آره؟ ستاره خونی؟ وای اینا بذارم میان که. نه جناب سربان ما از اون گروه نیستیم. خب پس اون گروه الان کشتیمشون. شما پس کی هستین؟ اتوبان جادسینه، رئیس بانک مرکزی شهر لس سانتوس هم. این گروه مافیایی دقیقا دیروز بود که ریختن توی بانک و ما رو دستگیرمون کردن. گفتن که میخوان از بانک سرقت کنن. چی؟ یعنی این گروهی که ما اینجا کشتیم فقط بخشی از گروه ستاره خونی بود؟ آره اصلیاشون الان توی بانکن، دارن اونجا رو سرقت میکنن. سریعتر بریم اونجا. بانک مرکزی شهر؟ آره بانک مرکزی شهر، راه بیافتین. وایسا ببینم بچه‌ها درخواست پشتیبانی بزنید دیگه اینجا نیان، برید سر وقت بانک مرکزی شهر. ما باید راه بیافتیم. حاجی برو بریم سمت بانک. ما رو پیچوندن ای عوضیای آشغال. باید بریم سمت بانک مرکزی، بچه‌ها اونجا رو دارن میزنن. حاجی برو بریم. این ویدیو ادامه داره. اگر دوست داری بریم سراغ پارت بعدی و بفهمی سرنوشت این گروه مافیایی ستاره خونی چی میشه، همین الان توی کامنت کلمه پارت 2 رو واسم بنویس. عشق منی و مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردی.